عزیزم ببخشید، غیر از تو کسی نداشتم که بخوام بهش رو بزنم. چه حرفی عزیزم؟ الان مامانت فردا صبح عمل داره؟ آره باید فردا صبح زود اونجا باشیم. بلیط هم گیرمون نیومد وگرنه ماشین تو رو نمیگیره. سر تو بگیر بالا، این همه ناراحتی نداره که. واسه ماشین رو نخور. این سویچ ماشین من هیچ کارش هم ندارم. بنزینش هم فول کردم، در ضمن هر جا بنزین تموم کرد هر چی خواستی خرج کنی، اینم کارت بانکی. پول عمل مادرتم از رو همین کارت بده. این کار تو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. فقط شاید رفت و برگشتمون یه هفته طول بکشه. هم تو هم خانواده‌ات برای من خیلی مهمین. مراقب خودت باش. شیری یاروبا، من همیشه شیرم عشقم. گفته بودم بهت پسر عاشقمه، همونجوری که من عاشق تو هم. تازه قرار شد ماشیناشم یه هفته دیگه بهش بدم. ایول. بس این یه هفته رو میتونیم بزنیم بریم شما. کارت بانکیشم بهم داد. تو این سفر دست تو جیبت نمی‌کنی. عاشقتم. خانم شیر عاشق، من این سورپرایز برای تو دارم. پشت گوشی یکی کارت داره. ببین تو اگه شیرم باشی هیچ وقت نمیتونی دست دوتا روباهو که با هم دستی کردن رو بخونی. این راهی که تو داری میری راهزناش رفیقای منن دختر خوب. الانم قبل از اینکه خودت اون ماشین رو با هم آتیش بزنم سویچ ماشین رو بذار، گم شو از ماشین من برو بیرون. هری بریدمت از قلبم، تو نبودی در حدم.